بله حجاب هم کردیم یک زمان. هر چیز هم بگویم گناه است. شما حج رفتین و گفتین که بعد از حج که بیاین آوازخوانی و هنرنمایی نمیکنین، اما پس دوباره شما آوازخوانی کردین. آیا این حقیقت داره شما گفته بودین یا این که هنوز هم با عقایدتان استاد هستین؟ الله مرا ببخشه، راستی من رقمی گفتگی نبودم، از خاطری که من بسیار آرزو داشتم خانه مقدس الله مهربان ببینم و رفته بودم حج عمره و بسیار آرزو داشتم. همیشه آرزو میکردم که در 33 سالگی من باید که برم آنجا را ببینم و خداوند مرا اینقدر دوست می داشت که باز من رفتم دیدم، باز پس آمدم. خدا را شکر. تشکر. بازم منتقدین شما بالای شما انتقاد میکنن و اتهام میبندن که شما وقتی که حج کردین با وجود از وام بسیار لباسای